شرطهای صحت نماز. علما برای اینکه نماز مسلمان صحیح باشد تحقق برخی از شرطها را ضروری می‌دانند که اول آن پاکی از بی‌وضوئی است که با وضو گرفتن پایان می‌گیرد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند الله تعالی نماز یکی از شما را که بی‌وضو شود قبول نمی‌کند تا اینکه وضو کند. پاکی از جنابت نیز از این شرطها بوده که با غسل کردن پایان می‌یابد، زیرا که الله متعال می‌فرماید و اگر جنوب بودید خود را خوب پاک کنید. مائده آیه 6. و کسی که در نماز بیادش آمد که بی وضو می باشد و یا در اثنای ادای نماز بی وضو گردید، باید برای وضو گرفتن بدون سلام دادن بیرون رود، زیرا که نمازش باطل شده است. و کسی که نماز خواند و از نجاستی که بر وی بود آگاهی نداشت و یا اینکه وجود آن را فراموش کرده بود، نمازش صحیح است. و کسی که در اثنای نماز خواندن دانست نجاستی بر وی است، باید آن را نابود سازد و بعد به نمازش ادامه دهد و بر آنچه که خوانده بنا کند. زیرا ثابت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز می‌خواند، کفش‌هایشان را از پا کشیدند، مردم نیز کفش‌هایشان را از پا کشیدند. هنگامی که نماز پایان یافت، آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند چرا کفش‌هایتان را از پا کشیدید؟ گفتند ای رسول الله، ما دیدیم که شما کفش‌هایتان را از پا کشیدید، ما نیز کفش‌های خود را کشیدیم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند جبرئیل آمد و مرا از وجود پلیدی در آن خبر داد. هرگاه یکی از شما به مسجد آمد باید کفش‌هایش را برگرداند و ببیند. اگر پلیدی در آن دید باید بر زمین بمالد، پس از آن میتواند با آنها نماز بخواند. همچنین پاکی لباس نیز برای نماز شرط می باشد، به دلیل فرموده خداوند متعال که فرموده و لباست را پاک کن. مدثر آیه 4. همانطور پاکی بدن نیز شرط است، به دلیل آنچه ثابت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم از نزدیک دو قبری عبور می‌کردند، فرمودند این دو قبر تعذیب می‌شوند، نه به خاطر گناه کبیره، این یکی خود را از ادرار خوب پاک نمی‌کرد. پاکی مکان نیز از شرطهای نماز است، به دلیل حدیث بادینشین عرب که در مسجد ادرار نمود. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند بگذارید و بریزید بر ادرارش دلوی از آب. علما در این باب برخی مسائل سودمند را ذکر کردند، از جمله کسی که پیش از خروج وقت نماز یک رکعت را بخواند همان نماز را دریافته است، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم که فرمودند کسی که یک رکعت از نماز را ادا دریابد بدون تردید همه نماز را دریافته است. و هرگاه نمازی به سبب خواب و یا فراموشی فوت شد، واجب است که آن را فوراً ادا کند، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم کسی که نمازی را فراموش کرد باید زمانی که به خاطرش آمد آن را ادا کند، غیر از این کفاره‌ای بر وی نیست. همه زمین مسجد است و نماز در آن صحیح می باشد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند و روی زمین برایم مسجد گردانیده شد و پاک است، پس هر یک از امتم را که نماز دریابد باید آن را ادا کند. از این موضوع نهی که وارد شده مستثنا می شود، مانند نماز در گورستان و حمام، به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند همه زمین مسجد است مگر گورستان و حمام. و همچنین طویله اشتران، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در طویله اشتران نماز نخوانید. و طویله شتر جایی است که اشتران در آن میخوابند و مأوا میگیرند. و پوشانیدن عورت نیز از شرطهای صحت نماز است که عورت مرد از ناف تا زانو و عورت زن در نماز تمام بدنش عورت است به جز روی و کفهای دستانش. و با وجود این قاعده علما تأکید کردند تا نمازگزار باید چیزی بپوشد که میان بازو و گردنش را بپوشاند، به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از شما در یک پارچه لباسی که بر شانه از چیزی از آن نباشد نماز نخواند. و نیز رو به سوی قبله کردن در نماز شرط است و قبله همان کعبه معظمه است. الله عزوجل فرموده است روی خود را به سوی مسجد الحرام بگردان و هر جا که باشید روحایتان را به سویش متوجه گردانید. بقره 144.
و کسی که در داخل مسجد الحرام نماز می‌خواند واجب است که توجهش به خود کعبه باشد، اما کسی که دور از کعبه نماز می‌خواند روی خود را به سمت کعبه می‌گرداند، زیرا وی احیانا نمی‌تواند به عین کعبه متوجه گردد. و به همین دلیل نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند میان مشرق و مغرب قبله است. نفل گزار سوار بر وسیله نفلیه به همان جهتی که وسیله نقلیه اش متوجه است نماز می‌خواند، زیرا ثابت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که بر مرکب خود سوار بودند و قبل از اینکه به سمتی رهسپار شوند نفل می‌خواندند و وتر نیز بر آن می‌خواندند، مگر نماز فرضی که بر آن ادا نمی‌کردند. و از سماحت شریعت این است که برای شناسایی سمت قبله اجتهاد را اجازه داده است. پس کسی که سمت قبله را نمی‌داند اگر در ساختمانی قرار داشت و یا مردمانی که نزدیکش بودند از آنها قبله را می‌پرسد و یا به وسیله قبله نما یا به وسیله خورشید و یا ما و یا مانند آنها قبله را شناسایی می‌کند، اگر عاجز ماند بر گمان غالب حکم می‌کند. به دلیل فرموده الله تعالی از الله به قدر توان خود بترسید. سوره تغابن 16.